بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. امروز میخواهیم درباره یکی از مهمترین دوره‌های زندگی انسان صحبت کنیم. دوره‌ای که پایه شخصیت، اخلاق و ایمان در آن ساخته می شود. دوره آن نوجوانی، دورانی که نه دیگر کودک هستیم و نه هنوز کاملا بزرگسال. دقیقا در همین مرحله است که تربیت دینی می تواند مسیر زندگی را روشن و محکم سازد. در سوره لقمان آیت 13 خداوند متعال می فرماید: لقمان به فرزندش در آغاز نصیحت‌ها اسلام را آموزش می دهد. اولین گام در تربیت دینی نوجوان، آشنا کردن او با خداوند یکتا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: سنن ابی داود: فرزندانتان را از سن 7 سالگی به نماز امر کنید. این حدیث نشان می دهد که تربیت دینی از کودکی آغاز می شود، اما در نوجوانی باید تصمیم و تعمیق شود، چرا که نوجوان عقلش رشد یافته، روحیه استقلال طلبی دارد و آماده پذیرفتن مسئولیت است و در این مرحله نوجوان به دنبال هویت و معناست. روحیه تقلید از الگوها دارد، احساسات شدید و پایدار به دنبال پذیرش اجتماعی و احترام است و در این سن اگر دین را با محبت، منطق و الگوهای واقعی آموزش دهیم، در دل نوجوان ریشه می‌دواند. پس والدین باید اولین الگوی علمی ایمان باشند. نماز خواندن، احترام به قرآن، صداقت، محبت بهترین آموزش غیر مستقیمند. نوجوان را نباید با اجبار به عبادت وادار کرد، بلکه با گفتگوی دوستانه، توضیح فواید دینی، شنیدن حرف دل او به ایمان تشویق شود و در این سن مسجد، حلقات قرآن، درس‌های عقیده و اخلاق، دوست با ایمان و مربی مهربان تاثیر بسیار دارد و برنامه‌های تلویزیونی و فضای مجازی هم باید کنترل و هدایت شوند تا نوجوان جذب محتوای غیر مفید نشود. نقش مربی و مدرسه تاثیر زیادی دارد. معلم دین باید، مربی مسجد باید با زبان نوجوان آشنا باشند. نباید صرفاً دستور بدهند، بلکه باید شنونده خوبی باشد. فضای مشورت و محبت ایجاد کنند. از قصه های انبیا، نوجوانان اصحاب کهف، اسامه بن زید، عبدالله بن عباس و برای الگو دادن استفاده کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نوجوانان مسئولیت میداد. اسامه بن زید در 17 سالگی فرمانده سپاه شد. عبدالله بن عباس در نوجوانی از مفسران قرآن بود. ما هم باید به نوجوان اعتماد کنیم، به او فرصت دهیم ایمانش را جدی بگیریم. تربیت دینی نوجوان یعنی آشنا کردن او با خدا، پیامبر و اخلاق نبوی، ایجاد ارتباط قلبی با نماز و قرآن. پس بدان ای خواهرم، دادن حس مسئولیت، عزت و هدف با محبت، حکمت و درک روحیات نوجوان میتواند نسل مؤمن، پویا و موفق پرورش داد. خداوندا نوجوانان امت را هدایت کن، دلهایشان را با نور ایمان روشن گردان و والدین را در تربیت آنها یاری فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.